سلام دوستای گلم، افسانه هستم. ممنونم که با من همراه هستی. لایک و سابسکرایب یادت نره دوستای گلم. با من همراه باش تا این گونه کره خوشمزه رو بپزیم. یک عدد زرده تخم مرغ، شیر و شکر رو با هم مخلوط میکنم تا به اون حالت حبابی و از لختگی در بیاد و بعد مخمر فوری رو با 5 قاشق غذاخوری آب ولرم مخلوط میکنم و همون لحظه به مواد اضافه میکنم و 1 دقیقه هم میزنم. شیر خوش 1 قاشق غذاخوری احتیاج داریم که اگر در دسترستون نبود میتونید حذفش بکنید. دقت کنید همه موادتون باید نیم ساعت از قبل از یخچال بیرون باشه، بعد به دمای محیط رسیده باشه. حالا نوک قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم. آرد رو که 3 بار علک کردم توی 3 الی 4 مرحله به موادم اضافه میکنم. با همزن دستی هم میزنم و توی مرحله میرسه که دیگه خمیرم داره سفت میشه. همزن رو کنار میذارم و شروع میکنم دیگه با دست مواد رو ورز میدم، هم میزنم، مخلوط میکنم، چنگ میزنم طوری که تمام آرد به خمیرم آغشته بشه و کلا به خورد خمیر بره. تمام آرد رو از دستم و دیواره های ظرف کاملا پاک میکنم و به این ترتیب خمیرم رو ورز میدم. ببینید هیچ کدوم از این تکه های خمیری که به دستم چسبیده رو اصلا دور نمیریزم. دوباره به خمیر اضافه میکنم، با همون خمیر دور ظرفم رو تمیز میکنم، تمام آرد رو به خورد خمیر میدم. با حوصله این کار رو انجام بدید که در واقع خمیرتون به دست بیاد. باید خیلی حوصله به خرج بدید. به این ترتیب ببینید ورز میدم، تمام آرد به خورد خمیر میره. ظرفم هم دیگه کاملا تمیز شد و هیچ آردی نیست، هیچ خمیری هم به دستم نمیچسبه و همه رو به این خمیری که هست در واقع باید آغشته بکنم. ببینید دستم رو با همین خمیر پاک میکنم. ببینید اگه یه خورده خمیرتون خشک بود بین 1 الی 2 قاشق غذاخوری آب اضافه کنید. یعنی 1 بار 1 قاشق اضافه کنید که دیگه خمیرتون چسبنده هم نشه، دیگه باید نرم بشه، از اون خشکی در بیاد. من 2 قاشق اضافه کردم. حالا 1 کره 50 گرمی رو که به دمای محیط رسیده 40 گرمش رو توی 3 مرحله به خمیرم اضافه میکنم. خب من روی میزم سفره پهن کردم که تمام کره‌ای که به سفره میچسبه و به دستم میچسبه باید در نهایت به خورد همین خمیر بره. خود این پروسه 5 دقیقه طول میکشه. یعنی تو 3 مرحله کره رو اضافه میکنم، دستم کره‌ای میشه، سفره کره‌ای شده، ولی باید خمیر رو تو همین محدوده ورز بدید و تمام چربی که به سفره و دستتون هست به خورد خمیر میره. خب قسمت سوم کره رو هم اضافه کردم. اون 10 گرم من بمونه برای رومال نون. ببینید دارم ورز میدم طوری که دیگه سفره از هیچ اثری از کره نمیبینم. دستم هم که هر چه کره هست به خورده خمیر رفته. یه بافت خیلی نرم و چرب و عالی و خوشبو داریم. این پروسه گفتم دیگه یه 5 دقیقه طول میکشه. حالا وقتش هستش که با کف دستم، این قسمتی کف دستم، بین 10 دقیقه تا 1 رو به این شکل که میبینید خمیر رو ورز بدید. من 1 رو ورز میدم. اگر دستتون خسته میشه از یکی از اعضای خانواده کمک بگیرید یا مثل من 7-8 دقیقه با 1 دست ورز بدید و 7-8 دقیقه با دست دیگه. ببینید این ورز دادن توی بافت نون خیلی تاثیر داره. این بافت فوق العاده میشه. یعنی حتما این نون رو تجربه کنید، درست کنید. یه میان بعدی عالی میشه برای بچهای گلتون، برای مدرسه و عصرانه کنار خانواده میل کنید. خب ببینید به این ترتیب. خب حالا 1 ربع گذشته، خمیر رو توی ظرف میذارم، یه پاچه روی اون میندازم به مدت 1 ساعت در جای گرم. 1 ساعت گذشت. ببینید چه بافت نرم و عالی و خوشبو و دلچسبی داره. حالا شروع میکنم به چانه های 40 گرمی تقسیمش میکنم. شما میتونید چانه های 50 گرمی یا 60 گرمی در بیارید، ولی من چون میخوام یه پاپیون داشته، طرح پاپیون در واقع در بیارم، 40 گرم کافی است. اگر خواستید مثل فطیر یا کلوچه گردش بکنید میتونید تا 50-60 گرم هم چانه هاتون رو در بیارید. خب
حالا چانه ها رو به این شکل با بردنه گرد میکنم. الان به ضخامت نیم سانت هست. تا ضخامت 1 سانت هم میتونید این کار رو انجام بدید. بعد از کره‌ای که دارم رومال میزنم، به این شکل تا میزنم، با انگشتم این دولایه رو فیکس میکنم، با کاتر یا پیتزا بر یا چاقو 2 برش این شکلی میزنم، تا میزنم پشت و یه پاپیون قشنگ در میارم. خب حالا اگر دوست داشتید میتونید مثل نون شیرمال یا فطیر و کلوچه همینطوری شکل دایره با ضخامت 1 سانت در بیارید. من 3 تا از نونا رو هم همون چونه های 40 گرمی در آوردم با ضخامت نیم سانت که بعداً که پخته میشه ضخامتش بیشتر میشه و فوق‌العاده خوشمزه میشه. این شکلی هم خیلی خوشگل میشه. بعد رومال کره رو میزنم هم روی نونای ساده و هم روی نونای پاپیونی. خب بعد اینها رو باید 20 دقیقه دیگه استراحت بدم. قبلش با آب یه اسپری میزنم، روی هر کدوم یه پیس بزنید کافی هستش و بعد دستمال رو میندازم روش، 20 دقیقه بهش استراحت میدم. 20 دقیقه بعد برمیگردم، سفیده تخم مرغ رو با زعفرون حسابی مخلوط میکنم تا کف بکنه، حباب بزنه. بعد روی نونها رومال میکنم و بعد از کنجد هم روی نونها میپاشم و یه ترکیب و یه رومال خیلی قشنگی میده با یه رنگ عالی. و فر رو هم که از قبل نیم ساعت قبل روشن کردم، داغ هستش دمای داخل فر به مدت 20 الی 30 دقیقه با دمای 180 درجه. میتونید داخل فر یه ظرف آب بذارید ولی من این کار رو نکردم. خب ببینید چقدر خوش رنگ شد، بافت بی‌نظیرش و طعمش واقعا آدمو میبره تا بهش. حتما تجربه کنید. ممنونم که همراه هم هستی. فعلا خداحافظ تا آموزش بعدی.